روزی بین المللی حفظ اطلاعات که همه ساله روز 30 ایون جشن گرفته می شود. هنوز سال 1988 اولین مرتبه این جشن همچون یک جشن کسبی بین متخصصانی که به واسطه با اطلاع سر و کار دارند، با امنیت اطلاع سر و کار دارند، مثلا جشن گرفته می شود. جشن مذکور به خاطر تامین نمودن امنیت اطلاعاتی است، چون که امروز با نظر داشته آن که اطلاعات یکی از سلاح خیلی پراختیار محاربه های اطلاعاتی گشته است، حفظ اطلاعات با یکی از سمت‌های افسرانوکی سیاست دولتی گشته است. نوابسته از نمودش هر معلوماتی نو را اطلاعات میگویند. در جهان معاصر پهنشوی اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی اداره نشونده است. اطلاعات امروز اقتدار قوی را میماند و نوابسته از آن در هر دولت حفظ اطلاعات در مد اول می ایستد. خب واقعا شبکه‌های اطلاعاتی یکی از منبع‌های خیلی فعال در حیات امروزه گشته است، چون که شبکه‌های اجتماعی یک نظام خیلی دسترس برای کاربران است. منبع‌های اطلاعاتی گوناگون هستند، لیکن شبکه‌های اجتماعی امروز در بین استفاده برندگان اینترنت از همه بیشتر هستند. متخصصان به چنین عقیده رسیدند و آمارها نیز دلالت می‌دهند که بیش از 80% اطلاعات توسط سامانه‌های اینترنتی پهن‌شونده آنها اساساً مال شبکه‌های اجتماعی هستند. یک خصوصیت خیلی مهمی شبکه اجتماعی این است که هر یک شخص میتواند که کاربری آن باشد، هم استفاده برنده و هم میتواند اطلاعات را پخش کند. و این اطلاعات چگونه است، نظام نظارت آن خیلی مشکل است. از این رو خواه ناخواه چنین اطلاعات نیز میتواند که با منفعت آن دولت، با امنیت اطلاعاتی آن دولت تاثیر رساند. اطلاعات گفته دانش نو، معلومات جدید، خبر و رویدادهای افاده می شود که در محیط اطراف ما پهن می شود، اما اطلاعاتی که دارای سری دولتی باشد آن به واسطه حفظ کرده می شود. وقتی آخر باشد در شبکه‌های اجتماعی معلومات‌های پهن کرده می شود که قسمی بیشتری آنها از سرچشمه‌های نادرست بوده، خبری دروغ یا خود فیکی می باشد و آن می تواند به امنیت اطلاعاتی کشور نیز تأثیر خود را رساند. خب حادثه ها واقعا وابسته به ضرر رساندن امنیت اطلاعاتی زیاد است. هنوز سالهای 2000 هکرها با سیستم کامپیوتری امریکا فرض کردیم یک ویروس را وارد کردن، اون با نام کرم معروف است و این توانست که با تنها امریکای شمالی با کانادا با ایالات متحده آمریکا بیش از $1 میلیارد ضرر رساند. یا اینکه یکی از فکت هایی که سالهای نزدیک باعث هنگامه گشت، این 4 نفر افسر وزارت مدافع چین توانستند به نظام کامپیوتری وزارت مدافع آمریکا وارد شوند و این نظام را تا یک اندازه یک مدت از کار باز دارند. انسانیت در طول حیاتش دائما اطلاعات گیرنده و اطلاعات پهن کننده یعنی انتقال دهنده آن می باشد، اما وقتهای آخر با رشد با سرعت اینترنت جوانان بیشتر به خبرهای شبکه‌های اجتماعی تکیه می کنند، ولی در شبکه‌های اجتماعی خبرهای فیکی یا خود دروغین زیاد است که پهن کنندگان آن طریق هنگامه سازی استفاده برندگان را به این یا آن اطلاعات جلب می نمایند. این گونه شبکه‌ها با مانند فیسبوک، توییتر و اینستاگرام در جهان نفوذ زیاد دارند که در این میدان اطلاعات خبرهای گوناگون زیاد پهن می شود. ما بیشتر اطلاعات را از کجا دسترس می‌کنیم؟ از واسطه اخبار عامه، شبکه‌های اینترنتی و کتاب. اما خبرهایی که در فیسبوک نشر می‌شود باور می‌کنید؟ نه، بعضیشون فیک است، البته بعضیشون راست است. بیشتر از کتاب ها، روزنامه، مجله ها دسترس میکنه، اصلا زیادتر از اینترنت ها. میفهمیم که در آنجا مثلا یک چیز آورده شده باشد، فیک کرده آنها دیگر چیز رو در آنجا پیوسته میگیرن و آن را ما میفهمیم که فیک است. شبکه‌های اجتماعی نیز یکی از واسطه‌های پهن کننده اطلاعات هستند. اینجا مهم اون است که در بسیار کشورها الکی به اندیشه رسیدند که
дар мактабҳои иттилоотӣ аллакай аз мактабҳои иттилоотӣ аз синфҳои болоӣ сар карда саводи расонаӣ омӯзонда шавад ва бисёр вақт мо ҷавонони худро омода сохтанамо лозим аст ки онҳо худашон то як андоза фарқ карда тавонанд кадом иттилоот барои онҳо манфиатнок аст ва кадом иттилоот манфиатнок нест ва албатта аслан он маводе ки тавассути интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешаванд бисёр вақт на ҳама аз сатҳи фаҳмиши онҳо барои дарк кардани он ки ин иттилоот воқеан зароровар аст ё ин ки манфиатнок аст ҳатто бисёр вақт мутахассисон дар ин кор мушкилӣ мекашанд. در شرایط معاصر جهانی شوی تمامی دولت‌ها به خاطر تأمین امنیت اطلاعاتی کشور مسلح می‌باشند با وسیله اطلاعات کامیابی‌ها، موفقیت‌ها و تمامی حادثات روی عالم به جامعه جهانی پهن می‌گردد و واسطه نفترین اطلاعاتی در بابت پهن اطلاعات عاقبت‌های هم منفی و هم مثبت را به بار می‌آورد. گزارش سمن حمید و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.